جزیره‌ای که تا چند سال پیش فقط یه تئوری بود حالا با سند داره پخش میشه. اسمش جزیره اپستینه، یه جزیره خصوصی تو دریای کارائیب که بعد از دستگیری و مرگ مشکوک جفری اپستین تبدیل شد به یکی از تاریک‌ترین پرونده‌های قرن. طبق اسناد دادگاهی و گزارش رسانه‌های بزرگ، این جزیره محل رفت و آمد سیاستمدارها، میلیاردرها و چهره‌های فوق بانفوذ بوده. جایی که پای سوء استفاده جنسی سازمان یافته از دخترای کم سن وسط کشیده شده. اسمهای سنگینی توی پرونده ها دیده میشه: بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا، ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و حتی دونالد ترامپ. اینجاست که ماجرا منفجر میشه. طبق اسناد منتشر شده، نام دونالد ترامپ 38,000 بار در پرونده های اپستین ذکر شده. هواپیمای شخصی اپستین معروف به لولیتا اکسپرس بارها بین آمریکا و این جزیره پرواز کرده و طبق شهادت‌ها تو بعضی پروازها دخترای نوجوان حضور داشتن. میگن داخل جزیره پر از دوربین بوده و از مهمونا تو موقعیت‌های غیر اخلاقی فیلم گرفته می‌شده برای فشار، کنترل یا اخاذی سیاسی. پرونده هنوز کامل باز نشده. خیلی اسناد محرمانه ان و خیلی اسمها هنوز رسمی اعلام نشدن. تمام اسناد توی یک کلیپ جا